فرزندی خوب باغی پدر. مردی وفات کرد. وقتی نماز جنازه نفری آمد و گفت که این شخص از او قرضدار است و تا قرض را پرداخت نکنند نمی گذارد که جنازه برداشته شود. در جنازه پسران مردی مرحوم حضور داشتند و با شنیدن این دعوا بهانه پیش آوردند: ما از قرض خبر نداشتیم، پدرمان عاید این قرض چیزی نگفته بود. وقتی که نماز جنازه کمی طول کشید، یگانه دختر این مرد از قضیه آگاه شد و رفت و هر قدر که زر و زیور داشت آورد و به صاحب قرض داد و گفت: امک، شما حالا این تلواری ها را بگیرید و بگذارید که جنازه پدرم را بردارم. بقیه قرض را بعدتر پرداخت میکنم، چون که نمیخواهم که جسد پدرم در این دنیا و آن دنیا عذاب کشد. آن مرد تبسمی کرد و پاسخ داد: پدر شما از من قرضدار نبود. این منم که از پدر شما مبلغ کلانی قرضدار بودم. تنها میخواستم بفهمم که میراث پدرتان حق کیست. بگو دخترم، این پولها حق و حلال تو اند. و قرض خود را برای دختری مرحوم داد. مردم اطراف گفتند: اگر داشتن پسر به نصف دنیا برابر باشد، پس داشتن دختری خوبه برابر به کل دنیاست.